اگه عصر یخبندان بعدی همین فردا آغاز بشه چه اتفاقی میفته؟ آیا بشریت از همچین چیزی جون سالم به در میبره؟ وقتی داریم درباره عصر یخبندان حرف میزنیم، منظور دمای 120 درجه سانتیگراد زیر صفره. اکثر مردم شاید فکر کنن که میتونیم. اما با تکنولوژی که امروز داریم، شانسمون کمتر از چیزی که تصورش رو بکنید. دانشمندان میگن یکی از تنها راه حل‌های واقع بینانه باید خیلی شبیه به فیلم یا سریال قطار برف شکن باشه. یک اکوسیستم بزرگ و متحرک روی ریل ها. قطاری رو تصور کنید که بدون توقف و به صورت شبانه روزی هزاران کیلومتر رو طی کنه. منطقی به نظر میرسه، چرا که این قطار از حرکت خودش الکتریسیته تولید میکنه و داخل هر واگن به خاطر هدفی متفاوت ازش استفاده میشه. مثلا قسمتی از این نیروی الکتریسیته به محصولاتی با نور مصنوعی، هیدروکربن ها و گلخانه ها اختصاص داده میشه. بخشی از اون برای نگهداری و مراقبت از حیواناتی از قبیل گاوها، گوسفندان، مرغ‌ها و حتی برخی از حشرات استفاده میشه. به اندازه‌ای که مردم داخل قطار رو بدون نیاز به دنیای بیرون سیر نگه داره. بخش دیگر اون به سیستم آبرسانی اختصاص داده میشه. ذوب یخ‌های جمع‌آوری شده و تبدیل اون به آب آشامیدنی. بعد از اینها به بخش درمانی و بیمارستان میرسیم. سپس بخش مهندسی و بخش مسکونی. همه بخش‌ها مستقل و محافظت شده هستند. مسئله اصلی اینه که ساختن همچین چیزی امروزه کار خیلی دشواریه و واقع بینانه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، ما به بیش از یک قطار نیاز داریم. در واقع ما به هزاران قطار نیاز داریم. پس اگه همین فردا عصر یخبندان جدیدی شروع بشه، فقط بخش کوچکی از مردم میتونن نجات پیدا کنن. بقیه ما شانس زیادی برای سازگاری با شرایط جدید رو نداریم.